و یک چشم به جاده و یک چشم به برگه پرسید: یعنی مرحومه آوانتیکا دهلوی، درست گفتم؟ ببخشید فضولی نباشه این اسم. میران جواب داد: باید هندی باشه. هندی؟ مگه شما اهل این مملکت نیستید؟ من با شما هندی حرف میزنم؟ اصلا قیافم به هندی ها میخوره؟ و در همان حال به معنی نام مادرش اندیشید: فروتن، بخشنده، خیلی زیبا، پرنسس شهر یوجین. مادر هیچگاه به سوالهای میران درباره این نام پاسخ درستی نداده بود. میران هم خسته نشده و پی در پی از مادرش علت نام آوانتیکا را پرسیده بود و جواب قانع کننده ای نشیده بود. در نهایت هم پاسخ پدرش را قبول کرده بود. اجداد اینا در دوره قجر خدمتکار هندی زیبایی داشتن به نام آوانتیکا. حسودیشون شده اسم به اون قشنگی روی بچه خودشون نباشه. راننده با لحنی رضامندانه از پاسخ نجواگونه صاحب عزا سری به علامت رضایت تکان داد. عجب، عجب، قبر مرحوم بابا. میران اجازه نداد راننده جمله